پارامتری که بسیار مهمه که حتما توی خودرو از این به بعد به عنوان سلطان پارامترها ما بخوایم بشناسیمش، فشار هوای ورودی یا فشار منیفولده. یک پارامتر فوق‌العاده مهم و حیاتیه واسه ما، خیلی مهمه. من از طریق این پارامتر فشار هوای ورودی میدونم کاتالیست سالمه، کیپ اوسیویام ایراد دارن و خیلی ابهای دیگر رو من میتونم توسط این فشار هوای ورودی بفهمم. تست خیلی خوب بهتون یاد میدم، تست کاتالیست با گراف. تست نگاه کن، روش تست کاتالیست که 100% میفهمی سالمه یا 50% کیپ 60% کیپ، گاز که میدم، خوب گوش کن، گاز که میدم این فشار هوا ورودی پیکه میاد بالا، گازو که ثابت نگم دارم میاد زیر رنج استاندارد حرکت میکنه. این یعنی کاتالیست تو ساله. نگاه کنید، درست شد؟